خسرو پرویز، پادشاه قدرتمند ساسانی، در اوج شکوه و قدرت خود دل به شیرین دختری زیبا از ارمنستان سپرد. اما این عشق آسان نبود. رقیب خسرو نه پادشاه دیگر بلکه مردی ساده بود، فرهاد سنگتراشی که عاشقانه ترین کار دنیا را انجام داد. فرهاد با دستان خود کوه بیستون را تراشید تا شیرین را به دست آورد. اما سرنوشت بازی دیگری را در سر داشت. خسرو با جنگ و سیاست عشق را به دست آورد و فرهاد با قلبی شکسته و دستی خسته در پای کوه جان سپرد. و در نهایت شیرین به خسرو رسید. اما این عشق زخم‌هایی در دل تاریخ بر جا گذاشت. این عشق داستانی شد که هرگز نمی میرد.